25000 سومان دادن خدمت نکردن خوب است یا رفته خدمت کردن آمدن خوب؟ رفتن خدمت کردن آمدن خوب است. میرم خدمت میکنم تو انسان خدمت حمایت میکنم. خدمت در وطن کنه سوز نیست چند 25000 بیچه. حمایت وطن این قرض هر یک مرد است. آدمای پولدار میرن پولش میتن خدمت نمیکنن. نمیخوام خدمت. همین 25000 سومانیه که برای خدمت آلترناتیوی ساختن پول زیاد نیست برای مردم. البته در بسیار در اویله کلان ممکن 2 سال خوراکی و شب یک اویله شد. Нет, конечно. А где 25000 сомон драточки му? Это зарплата и 800-900 сомон ягон жители Таджикистана. Ну, хаяк вайоша каланоша намедонум, но обычный социальный работник 25000 сомон надора. در فکر من خدمت در وطن کنه سوز نیست چند 25000 بیچه. او 2 سال دیگه کار کنه اون 25000 را برآوردن نمیتونه. من رفتم خدمت کردم 25000 سوم نداده. برای 25000 سوم کار کردن خیلی وقت کار کرد. 25000 سوم کار. ما خدمت کردگی هر یک جوان امروز باید خلاصه برآورد که من مرد هستم، من پسر هستم. حمایت مرز و بوم وطن این گوییم که یک فرض برای من هست. نمیخوام خدمت. به کدام خاطر فیلم شخصی؟ همه چی شخصی عذاب هم میزنه. از همین خاطر شما نمی‌خواید. زورتون میرسد با 25000 سومان دادن آزاد شدن؟ همون 2 ساله میتونن درس بخونن، تحصیل کنن یا کار کنن. وطن مادر حمایت کرد. چون ما هم در دوران شوروی ادای خدمت کردیم. وطن مادر حمایت کرد.